سلام دوستان، امروز تو چنل داشت سلام علیکم که حالا دیگه من آره تو چنل استیو خوش آمدید. استیو آره نمیدونم چرا استیو گذاشتم ولی خدا حتی ماینکرافت دوست دارم. ماینکرافت که بازی نمی‌کنم نمیاد برام بالا. آره من چی هست که ماینکرافت دوست دارم؟ برادر رسول کرفت دوست داره، زولبیا دوست داره. آره واسه یه لحظه داشتم نور پردازی درست میگن. کجا رفتی؟ ما داشتیم در مورد ماینکرافت میگفت ویدیو دوچرخه هم ما داریم که با خصوصیات داش مهرزاد. آقا تو کامنت ها مرزاد اینجا تا چرا میتونی. آره این دوچرخه ما دوچرخه به درد نخوره. المپیا فیک البته دنده موتوری اصلا به درد بخوره. کامنت پنل نداره و چرا اینقدر 6 سایزش اینقدر داره. اندازه نخوده. آفرین. خب بچه‌ها یه تکچرخمون نشه. آره بابا بشه. یه تکچرخ میزنه. بچه‌ها ماهو نگاه کنید. چرا اونجا رو می‌بینی؟ برو هر جا رفتم. برو اما من هنوز ماشاءالله خراب کردم. تو خراب کردی همه چی. ولی بچه‌ها میتونه براتون حرکت نمایشی مثلا یه پا روزین بزنه اینجوری اینا. باشه من میرم بالا. بله چی میگه رو نمیتونه به قول علی ایکس شد اوشی بزنم. بچه ما خیلی ترسناکه. من نگاهش میکنم یه جور میشم. خدا رفتی؟ بیا دیگه سون ماهو نگاه کن آجی. پاروزی چیز پارو اون بیا آقا یه دیریفت مشی واسه نیروگرای گرامی. بیا ببین الان ما پشت اون خونه هست درسته؟ آره. بره اون برش خسوف میشه؟ چی؟ بره اون برش قرمز میشه؟ نه. درست. باجی من نمیدونم بچه دروغ نمیگم یه حس بدی میگیرم به ماه نگاه. حالا بلکن ویدیو خوبه 3 دقیقه داری. ببینیم چیو ببینیم؟ ماه میگم ببینیم ماهو ببینیم بچه از وقتی که ویدیو بعدی وایسی